سلام 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 به همه بچهای گل 11می. امیدوارم حالتون خوب باشه و خسته نباشید. سر حال قبراق با یه رویه خیلی خفن تشریف آورده باشید سر این کلاس. میخوایم در کنار همدیگه امروز در رابطه با روند پیشرویمون در کلاس 11 شیمی صحبت بکنیم. این که قراره چه اتفاقایی رقم بخوره، چه جوری قراره با هم دیگه پیش بریم و چه جوری با هم دیگه کار بکنیم تا انشالله بتونیم یه نتیجه خیلی خفن و خیلی قوی بگیریم در کنار هم دیگه. آماده این؟ خب بریم شروع بکنیم دونه دونه مطالبی که در رابطه با جلسات اولیه کلاس و روند پیشرفتمون در طول این یک سال قرار راجبشون حرف بزنیم و بررسی بکنیم. ببینیم مثلا قرار تو این یک سال چه اتفاقایی رقم بخوره، شما باید چی کار کنین، چقدر باید درس بخونین، بعد واسه چیا آماده بشین تا انشاءالله بترکونید و نتیجه خیلی خوب و خفن از کل ماجرا بگیرید. خب خیلیاتون احتمالاً منو میشناسید. اگر منو نمیشناسید اینجا یه معرفی خیلی خلاصه از من نوشته شده. من سال 94 کنکور دادم خودم تو رشته تجربی، رتبه‌ام شد 28 توی کنکور اون سال. بعدش وارد پزشکی شیراز شدم و دانشگاه پزشکی خوندم، پزشکی رو تموم کردم. در کنار این ماجرا و درس خوندن واسه پزشکی از همون روز اول وارد کار تدریس شیمی و تألیف شیمی هم شدم. خب توی تدریس که همیشه تو ماز درس دادم از اولین سالی که کار کردم و اما یه سری کتاب نوشتم، هم توی گاچ، هم توی مهرما، هم توی خیلی سبز و هم توی خود ماز کتابای متنوعی نوشتم که کم و بیش ممکنه این کتابا رو هم شما بشناسید، راجبشون جلوتر صحبتم خواهیم کرد ان شاء الله. خب بچه‌ها من اول از هر چیزی قبل از که اصلا بخوام راجع به هر ماجرایی صحبت بکنم میخوام در رابطه با یک کلمه خیلی مهم باهاتون حرف بزنم: هدف. به نظرم مهمترین عاملی که باعث میشه بچه‌ها توی کنکورشون و تو مسیر درس خوندنشون نتایج متفاوتی بگیرن هدفشونه بچه‌ها. نه وضعیت مالی خانوادگیشونه، نه استعدادشونه، نه ضریب هوشیشونه، نه مدرسه‌ای که میرن، نه مشاوری که دارن، نه معلمایی که دارن. هدفشونه. من همیشه یه چیز خیلی ساده به بچه‌ها میگم فرض کن الان تو یه ماشینی میخوای مسیر کنکور تو جلو بری، موتور اون ماشین قطعا هدفه. اگر هدف بود موتور اون ماشین درست کار میکنه، موتور اون ماشین تا آخرین لحظه میره میترکونه. اگر هدف نبود اون ماشین حتی اگر بدنش بنزم که باشه آهن پارست، بی ام هم که باشه به درد میخوره، راه نمیتونه بره. چرا؟ چون موتور نداره. بچه تو روزای اول ماجرای درس خوندنتون باید یه هدف درست و درمون انتخاب بکنین و اون هدف نباید یه چیز آبکی باشه، باید یه چیزی باشه که تو آخرین روز جلو ببرتت جلو، بترکونی. اگر هدف درست باشه قطعا این اتفاق باید رقم میخوره. همه این حرفا رو دارم میزنم برای که یه چیز مهمو بهت بگم. نه مهمه که کدوم مدرسه میری، نه وضعیت مالی خانوادگیت خیلی مهمه، نه حتی مهمه که چه کلاسی میری، مشاور داری یا نه. همه اینا درست کمک کننده است، نمیگم بی تأثیره ها، ولی همش تا وقتی که این باشه ارزش داره. اگر هدف درست بود، اگر هدفت منطقی بود، اگر روزای اول تصمیمای درست گرفتی، تا آخرین روز این مسیر رو خوب پیش میری. میخوام برات یه مثالی بزنم. بچه یه آزمایشی هست به اسم آزمایش ارن. آزمایش ارن چی میگه؟ میگه آقا یه کوزه بهت میدیم، خوب گوش کن. یک کوزه بهت میدیم، اول کار یه گلوله آبی رنگ داخلشه، یه گلوله قرمز رنگ داخلشه. این دوتا گلوله داخل این کوزه است. شما دست میکنی داخل کوزه، یه گلوله در میاری، یه رنگی داره دیگه، یا قرمز یا آبی. هر رنگی که بود خود اون گلوله رو برمیگردونی، یه دونه هم رنگشو هم برمیگردی تو کوزه. مثلا الان اینجا یه دونه آبی داشته، یه دونه قرمز، دست کرده قرمز رو برداشته، خب دیده قرمزه، خود قرمز رفته تو کوزه، یه قرمز دیگه هم بهش اضافه کرده، دوباره همین کارو میکنه. بچه نتیجه این آزمایش خیلی خوشگله. نتیجه این آزمایش نشون میده که در اغلب مواقع در نهایت بیش از 80-90% گلوله‌ای که تو این کوزه هستن یه رنگ میشن. چرا؟ چون وقتی من اول کار یه قرمز در میارم، دوباره دوتا قرمز برمیگردونم، خب احتمال بیرون اومدن قرمز بیشتر میشه. دوباره قرمز برمیدارم، دوباره قرمزام بیشتر میشه. میرسه به یه جایی که نسبتا کل اون گلوله‌ای که تو کوزه هستن میشه قرمز. مثلا میبینی 5 تا دونه آبیه، مثلا 95 تا قرمز. بچه این آزمایش یه چیز خیلی مهمه بهمون نشون میده. تصمیمای اولیه‌مون خیلی تو نتیجه نهاییمون تأثیر داره. ببین اولین گلوله که چه رنگی باشه در نهایت سرنوشت کوزه رو تعیین میکنه. اگه اولین گلولت قرمز بود احتمالاً آخر کار اغلب گلولات قرمزه. اگه اولین گلولت آبی بود احتمالاً آخر کار اغلب گلولات آبیه. بچه تو زندگی شما هم همینه. اگر الان که روزای اول پایه 11 یه تصمیم درست اومد پشتت، یه تصمیم قوی اومد پشتت،
الزاما تصمیم خیلی تصمیم بزرگی هم نیستا. تصمیم گرفتم که بهتر کنم، تصمیم گرفتم که خوب درس بخونم، تصمیم گرفتم که تو این بازی رقابتی از بقیه جلو بزنم. اگر این تصمیم درست گرفته شد، خیالت راحت باشه که آخر کار تو اون کوزه همه گلوله ها همون رنگه که تو میخوای. نقطه مقابلش هم هست. میخوام بهت بگم شاید الان تصمیمایی که میگیری خیلی کوچولو باشن، خیلی تصمیمای واو خیلی گنده نباشه، الان خیلی وقت داری تو روز کنکورت، ولی همین تصمیم‌هایی که امروز میگیری به آینده تو شکل میده. پس قدر فرصتی که داری رو بدون. یه خاطره براتون بگم. این عکس چیه؟ بچهای تجربی بلدن. هممون میدونیم دیگه. عکس چیه؟ بگو ببینم. عکس چیه؟ عکس رگ آئورته که توی بدنمون هست. خب آقا رگ آئورت وظیفش چیه؟ رگ آئورت چیکار میکنه تو بدن ما؟ میاد خونو از قلب میگیره، تو کل بدن پخش میکنه. یعنی میبره تو پا پخش میکنه، تو دستا پخش میکنه، تو مغزم پخش میکنه. دقیقاً شاخه‌هاش همینایی که بهتون گفتم. اینا اونایی که میده به کلیه. بچه‌های ریاضی هم دیگه باهاش آشنا شدن. خب بچه دیواره آئورت یه همچین دیواره‌ایه. یه دیواره خیلی ضخیمه، خیلی کشسانه، چون آئورت فشار خونش خیلی بالاست. اول یه لایه بیرونی داره بافت پیوندیه، بعد یه لایه ماهیچه‌ای داره و یه دونه لایه داخلی داره. تو بعضی از افراد یه بیماری اتفاق میفته به اسم آورتیک دایسکشن. آورتیک دایسکشن چیه؟ آورتیک دایسکشن بچه دیواره آورت اینجوری میشه. ببین نگاه کن، لایه داخلی رو میبینی، یه لحظه یه فاصله با لایه وسطی توش ایجاد میشه، خون میره اینجا تجمع پیدا میکنه و یه شرایط بسیار خطرناک واسه بیمار ایجاد میکنه. بهش میگن آورتیک دایسکشن. اگر مریضی با چنین شرایطی اومد توی بیمارستان، توی اورژانس بیمارستان و من پزشک شک کردم که مریض بیماریش اینه، بدون فوت وقت با مریض رو ببرم اتاق عمل. میبرن تو اتاق عمل، یه چیزی مثل توری میندازن داخل رگ آئورت که این دیواره رو ریپیر کنه، سالم بکنه و باعثش اون خونریزی استاپ بشه. چون اگر این اتفاق نیفته اصلا ممکنه دیواره آئورت پاره بشه، ممکنه این در واقع سودوسیستی که اینجا ایجاد شده بیاد مسیر اصلی رو بگیره و خیلی اتفاقات بدی بیفته. خیلی نمیخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم. یه بار من کشیک بودم توی اورژانس بیمارستان، یه بیماری آوردن، ما شک کردیم با آورتیک دایسکشن. آوردیم پروب سونوگرافی، اون دسته هست باش سونوگرافی میکنن، گذاشتیم رو قفسه سینه، دیدیم بله آورتیک دایسکشنه. به بابای بیمار گفتیم دخترت باید سریع بره اتاق عمل، اگه نره اتاق عمل ممکنه 10 دقیقه دیگه فوت کنه. واقعا در حد 10 دقیقه است سختا، اینقدر شرایط امرجنسیه. گفت نه من نمیذارم، داری رو دخترم ایراد میذاری، شما همتون دکترای الکی هستید، تو با سن چی میفهمی؟ چیزایی که شاید تو بیمارستان اتفاق بیفته. بچه چون شرایط بیمار خیلی اورژانسی بود، خیلی کریتیکال بود، خیلی امرجنسی بود، بدون رضایت از پدرش ما مریض رو بردیم تو اتاق عمل. مریض رو بردیم تو اتاق عمل، کاراش انجام شد، عمل شد، خدا رو شکر جون سالم به در برد، هیچ اتفاق بدی هم براش رقم نخورد، به جز یه اسکار جراحی، یه جای در واقع زخم جراحی که رو قفسه سینه‌اش تا آخر عمر باقی میمونه و حالش خوب شد. در همین حین که بیمار تو اتاق عمل بود، بابای فکر کرد ما دخترشو الکی بردیم اتاق عمل. من رفتم تو اورژانس یه مریض دیگه‌مون رو ببینم، قشنگ یه صندلی برداشت اینجوری کوفت به سمت من. اگر من جا خالی نداده بودم واقعا الان در قید حیات نبودم. یعنی من جا خالی دادم، قشنگ صندلی بالای سرم خورد شد. خیلی اعصابم خورد شد، خیلی ناراحت شدم. بعد استادمون خیلی استاد پایه و خوبی بود. من همونجوری ناراحت بودم تا آخر کشیک و اینا. آخر کار که تموم شد خیلی خسته بودم، می‌خواستم برم خونه. واقعا در این حد ناراحت بودم که اصلا داشتم میگفتم آقا میرم خونه، میخوام برم پزشکی انصراف بدم. رفتم خونه، نشستم یه کوچولو فکر کردم، یکم بالا پایین کردم تا کشیک بعدی استادمون دیدن، گفت کشیک قبلی خیلی ناراحت شدی. گفتم آره خیلی اتفاق بدی افتاد، خیلی ناراحت شدم، ما واسه جون دختر این همه کار کردیم، بدو و اینا. آخرش اینجوری جواب داد همه اگه همینجوری باشن چه ارزش داره آدم بشه پزشک. و یه جمله خیلی خوشگلی به من گفت مگر تو روز اولی که اومدی پزشکی بخونی این چیزا رو نمیدونستی؟ گفتم چرا؟ گفت مگه تصمیم نگرفتی تا آخرش بری تبدیل بشی به یه پزشک خوب، به آدمای مثل همین کمک بکنی؟ گفتم چرا؟ گفت به اونم حق بده، اونم دخترش تو بیمارستان بود، حالش بد بود، ولی تو که نباید به خاطر حال بد یه آدم دیگه کاری که توی لحظه کرده تصمیمی که روز اول گرفتی و بیخیال شی. دیدم حرفش منطقیه، حالم خوب شد. بچه تصمیم روز اوله مثل همین گلوله بود. من روز اول تصمیم گرفته بودم، روزی که همسن شماها بودم، هر چی از دستم برمیاد رو بذارم، پزشکی قبول بشم تا تهش رو برم و بتونم توش کارهای خوبی بکنم. تا الانی هم که اینجا وایسادم یه سری کارهای خوبی تو پزشکی کردم، سعی می‌کنم تو زندگی آینده‌ام ادامهش بدم. این تصمیم از همه چیز مهمتر بود.
شاید اگر به جای اینکه تصمیم بگیرم برم پزشکی مثلا تصمیم گرفته بودم برم رشته مهندسی بخونم، الان اصلا یه آدم دیگه بودم، یه جای دیگه داشتم زندگی میکردم. من همون آدمم، من که فرق نکردم، ولی تصمیم روز اوله به خروج من خیلی نقش داد. تصمیم روز اوله به خروج من خیلی نقش داد. تصمیم روز اول مشخص کرد که من در نهایت کجا باشم. میخوام اینو بهتون بگم که شاید تصمیمی که شماها امروز میگیرید 8-9 سال دیگه مشخص بکنه که کجا وایساده باشید. اصلا قرار نیست بابتش استرس بگیری. یا ماها تا آخرین روز این مسیر کنکور دارم میگم کنارتونیم تا شماها بتونین اتفاقای خوبی رو رقم بزنین. ماها کنارتونیم، ولی تصمیم رو شما باید بگیرید. حالا اگر رشته ریاضیه ممکنه تصورت این باشه که من میخوام 5 سال دیگه دانشجوی کامپیوتر شریف باشم. خیلی هدف مقدسیه، کار درسته. اگر رشته تجربیه ممکنه بگی آقا من میخوام 4 سال دیگه 5 سال دیگه دانشجوی دندون پزشکی دانشگاه تهران باشم، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران باشم، برم دارو بخونم تو فلان دانشگاه. فقط یه خواهشی ازتون بکنم، خودتون رو دست کم نگیرید. بچه خیلیاتون بهتون در طول این 1-2 سالی که گذشته از وقتی به خصوص اومدید دبیرستان حرفای زیادی زدن، بهتون سرکوفت زیاد زدن. تو هیچی نمیشی، تو که مدرسه عادی فلانه، دوستات از تو درسشون بهتره. به هیچ کدومش اهمیت ندید. برو تو آینه نگاه کن، برو تو آینه وایسا خودتو نگاه کن. اون چیزی که میتونه هر اتفاقی رو تو زندگیت رقم بزنه رو میبینی. خودت توی آینتی که هر چیزی رو میتونی تو زندگیت رقم بزنی، به شرطی که یه تصمیم و هدف درست پشتش باشه. من روزی که شروع کردم به کنکور درس خوندن بچه‌ها یه سریام مسخره‌ام میکردن. همون آدمایی که روزی که مسخره‌ام میکردن روز اول، آخر کار بعد از این که من رتبه کنکورم اومد، سال بعد که پشت کنکوری شده بودن، اومدن پیش من مشاوره گرفتن چون من اینو داشتم ولی اونا اینو نداشتن. من روز اول که شروع کردم به کنکور درس خوندن خیلی پرت بودم، ولی همه زورمو گذاشتم، به خودم قول دادم، گفتم فلانی الان مسخرت میکنه، فلانی الان به تیکه میندازه، فلانی الان بالا پایین میکنه، بریزش دور، آخرش قطعا میترکونی و قطعا یه اتفاق خوب رقم خواهی زد. شما هم اگر به خودتون قول بدید و همه تلاشتون رو بکنید، برای بار چندم میگم، نه مهمه که تو کدوم مدرسه ای، نه مهمه وضع مالی خانوادگی چجوری، اگه الماس مازو داری، اگه الان نشستی سر این کلاس، یعنی تا روز کنکور همه نیازات برطرف میشه. نه مهم اینه که کدوم کتاب داری، کدوم معلم داری، کدوم مشاور داری، اصلا ممکنه شیمی تو با هم ادامه ندی، مهم نیست. تصمیم و هدف درست باشه، قطعاً تهش تو اون کوزه اون رنگی که تو دوست داری، قطعاً بهت قول میدم. ردیف؟ خب بریم سراغ ادامه ماجرا. آقا چرا تابستون برامون خیلی مهمه، ازش خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم؟ بچه‌ها به 3 تا دلیل مهم. 1، شما در طول تابستون فرصت مرور مطالب مهم پایه دهمو دارید. منم تو این کلاس این کارو براتون انجام میدم. یعنی شما از مهر ماه به بعد دیگه کامل فول درگیر 11 میشید. چرا؟ چون مدرسه‌تون هست، کلاسای ماز هست، بعد بشینین تست بزنین، آزمونای آزمایشی هست. شما دیگه 100% وقتتون میشه درگیر پایه 11. ولی الان در طول تابستون شما میتونید 11 تا یه جای معقولی جلو ببرید، در کنارش پایه 10 هم تا یه حد خوبی بخونید. ما هم هدفمون دقیقاً همینه. پس مهمترین چیزی که اینجا وسط در واقع این وسط وجود داره اینه که شما در طول تابستون فرصت خوبی دارید تا مطالب مهم شیمی دهم، اون چیزایی که به 11 ربط داره رو مرور کنید، خوب یاد بگیرید و ان شاء الله ازشون نتیجه خیلی خوبی هم بگیرید. دومیش آقا موتورت روشنه، انگیزه خوبه، سطح انرژی 100%، خیلی خوب درس بخونی تو تابستون. و اگه تو تابستون خوب درس بخونی میشه همون اولین گلوله‌ای که درست درش میداری و میتونی ادامهش بدی مسیر. و اما بحث سوم، آقا هنوز محدود به برنامه آزمایشی نشدی. شما از مهر ماه به بعد دیگه حالا میخوای آزمون ماز بدی، حالا هر جای دیگه محدود میشی به بودجه آزمون آزمایشی. ولی الان در طول تابستون نه، برنامه آزمون آزمایشی خیلی اهمیتی نداره. یه چیزی من بهتون بگم، اگه پارسال آزمون دادید به طور جدی، خب اوکی، آزمون تابستون شرکت کنی توشون، نتیجه هم خوب میگیری، روش بحثی نیست. ولی اگر در طول سال گذشته آزمون ندادین، آزمونای تابستون نتیجه ترازشون هیچ اهمیتی نداره. یه صحبت در گوشی باهاتون بکنم، من همیشه سر جلسه کلاس کنکوری ها میگم آزمونای تابستون واسه ریدنه. یعنی اگر رفتی تو آزمونای تابستون ترازت شد 4000، نمیخواد ناامید شی. اگر رفتی ترازت شد 9500، نمیخواد مغرور شی. آزمونای تابستون واسه اینه که تو دستت بیاد. بله از مهر به بعد نتایج آزمونات مهمه، روند تو آزمونا مهمه، ولی تو تابستون مهم اینه که یاد بگیری چجوری آزمون بدی، یاد بگیری چجوری درس بخونی، یاد بگیری چجوری تست بزنی.
نتیجه آزمونی هیچ اهمیتی نداره. تو تابستون داری عملاً جعبه ابزار میچینی اطراف خودت که از مهر به بعد از این ابزارها استفاده کنی تا بتونی پیشرفت کنی و از رقبات جلو بیافتی ان شاء الله. اوکی؟ اینم هست. خب آقا تو کلاسامون روندمون چجوریه؟ بچه‌ها ما تو کلاسامون طبق الگوی همیشگیمون چه بچهای دهمی چه بچهای 11 چه بچهای کنکوری مطالب رو از صفر مطلق میگیم تا 100 یعنی از صفر مطلق همه چیز رو شروع میکنیم از صفر مطلق یعنی از پایه‌ای ترین چیز ممکن تا 100 میریم. خب آقا اگر دهمو خوب نخوندیم چی؟ من هر چیزی پیش نیاز دهم واسه 11 رو بهتون میگم. یعنی تو دهم شما مثلا یه سری چیزایی بعد از ذرات زیراتمی یاد میگرفتید، از آرایش الکترونی یاد میگرفتید، از استوکیومتری یاد میگرفتید، از قطبیت یاد میگرفتید. هر چیزی از دهم که پیش نیاز 11 چیزایی از دهم که به 11 ربط نداره کاریشون نداریم، ولی هر چیزی از دهم که پیش نیاز 11 حتی یک کلمش کامل بهتون میگیم و خود 11 بچه‌ها از صفر مطلق تا 100 بهتون میگیم، چه در قالب تشریح چه در قالب تستی. پس از این بابت اصلا نگرانی نمیخواد داشته باشید. آقا معلم مدرسه‌ام خوب نیست، آقا من دهم درس نخوندم، دهم تست نزدم، دهم فلان جور بوده، حس میکنم شیمیم ضعیفه کلا. نگران نباش، با من جلو بیای آخر 11 به یه جایی میرسی که میگی شیمی قطعا نقطه قوتمه، شیمی همون درسی که میرم میترکونم درا میکنم سوالاشو، قطعا به اینجا میرسی. نه به خاطر من، به خاطر تلاش خودت، به خاطر قولی که آخر کلاس امروز ازت میگیرم. اوکی؟ اینم هست. خب آقا تو کلاسمون آموزش چجوریه؟ هم تشریح هم تستی. وضعیت چجوریه؟ ببینید بچه‌ها شما در پایان امسال که پایه 11 متونه امتحانات نهایی دارید. خب امتحان نهایی در واقع نهایی پایه 11 تو کنکورتون میدونین تاثیر داره. پس معدلی که تو امتحانات پایان سال میگیری، ببین نمره‌های تو طول سالت مهم نیستا. مثلا اینکه معلم تو مدرسه به چه نمره بده هیچ اهمیتی نداره. معدل پایان سالت، اون امتحانایی که میری تو حوزه امتحان میدی، اونایی که پایان سال هست، اون معدل تو کنکور تاثیر دارد و ما در امتحاناتتون چه حالا اونایی که تو مدرسه هستن چه اونایی که واسه امتحان نهایی پایان سالتون هستن آمادهتون میکنیم. سوالای امتحانات سر کلاس حتما حل میکنیم. در کنار حل کردن سوالات تشریحی بچه جزوه‌مون کلی هم تست داره، یعنی نزدیک به 200 تا تست داره که سر کلاس حل میکنیم، نزدیک به 200 تا هم سوال داره که شما تو خونه در قالب تمرین حل میکنید، حل ویدیوشو براتون میذاریم. پس من یه بار دیگه تکرار کنم، در کلاسمون آموزش تشریحی کامل است تا تو نهایی تو خوب بگیری، ولی من از تستت غافل نمیشم. یه جوری هم واسه تست آمادت میکنم که اگر خوب درس بخونی امسال، سال دیگه عملا نیاز به خوندن 11 نداشته باشی. یعنی سال کنکور خیالت از 11 راحت، فقط مرورش بخوای بکنی، به شرطی که خوب پا به پای من جلو بیای، خوب وقت بذاری. بچه‌ای که سالهای پیش با من تو کلاس بودن دیدن، حتی بچه‌ای که دهمشون پارسال با من بوده دیدن این قضیه رو که ما یه جوری شما رو آماده می‌کنیم که هم امتحان پایان سال تو خوب بگیری، یعنی تشریح رو کامل کاور می‌کنیم، ولی علاوه بر تشریح من بیخیال تستت نمیشم و به تستت هم میرسم. حتی شده اگر به این باشه که یه کمی تعداد جلسه‌مون تو سال بیشتر از بقیه کلاس‌ها باشه. مثال میزنم ممکنه الان بقیه اساتیدی که شیمی تو ماست تدریس میکنن مثلا کلاسشون 1 جلسه در هفته باشه، من کلاسم 2 جلسه در هفته خواهد بود. حالا بهتون میگیم چه جوری، کامل براتون توضیح میدم. چرا؟ چون من 0 تا 100 یه جوری بهت میگم که تو کم نیاری جلو هیچ تستی. کسی که اومده نشسته سر این کلاس باید مرد و مردونه بره تو دل تست سخت واسش معنی نخواهد داشت. قبوله؟ ردیف؟ اینم هست. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. پیش نیازهای شیمی 11 چیا هستن از دهم؟ بچه چند تا تیتر مهم از شیمی دهم هست که توی شیمی 11 خیلی اهمیت داره و شما باید بلدشون باشین تا شیمی 11 خوب یاد بگیرید. اول از همه، مهمتر از همه بچه بحث استوکیومتری. استوکیومتری 11 خیلی مهمه و کاملا در طول استوکیومتری دهم قرار میگیره. دومیش بحث ذرات زیراتمی، الکترون، نوترون، پروتون، آقا فلان ذره اختلاف تعداد نوترون و پروتونش فلان مقداره، چیزایی که تو شیمی دهم دیدینشون کم میشه. سومین چیزی که خیلی مهمه بحث آرایش الکترونیه، چه تو عناصر اصلی چه تو عناصر دسته دی، رسم آرایش الکترونی. مباحث بعدی که خیلی مهمه آقا آشنایی با کلیت واکنش‌های شیمیایی، آقا اصلا واکنش شیمیایی چیه، چه جوری انجام میشه، چه اتفاقاتی توش رقم میخوره، اینم خیلی مهمه، چیزی که خیلی برامون اهمیت داره. علاوه بر اینا دیگه چی برامون مهمه؟ مثلا یه سری بحثای پراکنده مثل قطبیت هم از شیمی دهم چیزی که تو 11 ما باهاش زیاد سر و کار داریم. خب آقا این مطالب اگه دهم خوب خوندی عالی، کار درست. اگر تو دهم خوب نخوندی اصلا نگران نباش، من اینجام تا تو هیچ نقطه ضعفی برات باقی نماند. ما در طول تابستون بچه کلاسمون 2 جلسه در هفته است. یه جلسمون مثل امروز روزهای دوشنبه است، یه جلسمون روزای
یک شنبه است. روزهای یک شنبه کلاس اصلیمونه. تو روزهای یک شنبه شیمی 11 با هم جلو میبریم. از صفحه اول جزا رو هم بهتون نشون میدم. شروع میکنیم به پیش بردن مطالب و کارو با هم دیگه جلو میبریم. این میشه کار در واقع روزهای یک شنبهمون. و اما روزهای دوشنبه که میشه مثل امروز میریم سراغ مطالب پیش نیاز شیمی 10. بچه این جزء کلاسی مونه. فایلش براتون رو پنل گذاشته شده است. از ماز مارکت هم میتونین تهیهش کنین. بهتون میگم چه جوری. بهتون میگم به وقتش. ببین جزء رو وقتی تهیه بکنید، حالا چه رو پنل چه رو ماز مارکت، وقتی باز میکنین اول کار یه تیکه 19 20 صفحه‌ای مطالب مقدماتیه. مطالب مقدماتی همون پیش نیازهای شیمی 10، یعنی همون چیزایی که شما باید تو دهم یاد میگرفتین و پیش نیاز 11 رو اینجا داریم. اینا رو تو روزهای دوشنبه بهتون یاد میدیم که اولش 4 5 جلسه طول میکشه، با هم دیگه کارشون میکنیم تا آخر تابستون. روزهای دوشنبهمون عمدتاً رو همین مطالب مقدماتی. به موازات مطالب مقدماتی که شروع میکنیم از صفحه 20 جزوه‌مون به بعد میره شیمی 11 یعنی این فصل اول شیمی 11 صفحه اولشه. شروع میکنیم شیمی 11 با هم دیگه کار کردن. در طول تابستون احتمالاً نصف اول فصل شیمی و فصل اول شیمی 11 کامل با هم یاد میگیریم و کل مطالب مقدماتی دهم. خب آقا کلاسای روز یک شنبه دیدنش بر همتون واجبه، یعنی همتون کلاسای روز یک شنبه رو باید ببینید. اما کلاسای روزای دوشنبه ویژه بچه‌هایی که تو شیمی 10 یا ضعف دارن یا مطالب یادشون رفته، به هر علتی آقا میخوای مرور بشه برات، یادت رفته، ضعف داری، معلمت خوب نبوده، میخوای مطالب کامل یاد بگیری، لطفاً تو کلاسای روزهای دوشنبهمون هم شرکت بکن. یعنی شما تو پنلتون از الان تا پایان تابستون هفته 2 جلسه کلاس براتون تعریف میشود. روزهای یک شنبه که کلاس اصلیمونه، روزهای دوشنبه که کلاس ویژه مرور مطالب پایه دهممون خواهد بود. این قبول؟ گرفتی چی شد؟ از مهر به بعد رویکردمون تغییر میکنه. کلاسای روزای یکشنبه سر جای خودش هست. کلاسای دیگه‌ای داریم که یه هفته در میون برگزار میشه که اونا هر وقت خواست شروع بشه بهتون میگم. بهتون کامل میگم که برنامه چجوریه و کارو چجوری پیش میبریم. حجم کلاس من طبیعتا یک کوچولو بیشتره. علتش هم اینه که من میخوام تو قوی بار بیای شیمی 11، تو یه جوری بار بیای که برای شیمی 11 سال دیگه هیچ دغدغه و نگرانی نداشته باشی، بتره کنی. بچه‌مون که پارسال 11 بودن قطعا امسال در 12 تو 11 هیچ مشکلی نخواهند داشت، خیلی خوب و قوی و خفن پیش خواهند رفت. اینم قبول. خب یه سوال خیلی از بچه‌ها ممکنه بپرسن آقا کلاس کی تموم میشه؟ بچه‌ها کلاسمون تو فروردین تموم میشه. ببین درسمون ممکنه تا تو اسفند طول بکشه، اسفند تموم بشه، ولی من رهاتون نمی‌کنم. حتی تو تعطیلات عید و بعد از اون تا فروردین ماه براتون کلاس میذاریم، میشینیم با هم دیگه سوال حل می‌کنیم، تست می‌زنیم، سوال تشریحی حل می‌کنیم تا ان شاءالله خیلی قوی و خیلی خفن بار بیایم، بتونیم از پس هر چیزی بر بیایم. پس برای من خیلی مهمه که شما جوری پیش برید در این مسیر که برای مواجهه با هر چیزی آماده بشید. برای بچه‌های ما سخت معنی نداره. قبول؟ قول؟ برای ما سخت معنی نداره. بزن قدش. بریم سراغ ادامه ماجرا. پس در رابطه با پیش نیازها و روزهای کلاسامون گفتیم. خب آقا جلساتمون چیه؟ خب یه سری جلسات اصلی تدریس داریم که اولوش 40 تا 45 جلسه هست. همین جلسات یک شنبه هامونه که حالا از الان شروع میشه میره تا آخر. جلسات دوشنبه هم در طول تابستون که بهتون گفتم مرور مطالب ابتدایی پایه دهم. بچه یه سری جلساتی داریم تحت عنوان جلسات حل تست تند و آتشین. این جلسات چی هستن؟ تو این جلسات فقط حل تست میکنیم. یعنی مثلا یه مطلب یه موضوع رو کامل با هم دیگه میخونیم، مثلا 8 جلسه 9 جلسه با هم جلو میریم. بعد از هر چند جلسه یه جلسه داریم فقط حل تست. آقا تستای جوندار با هم حل می‌کنیم. یه سری تستای کنکوره، یه سری تستای تالیفیه، ولی تستای جونداره. واسه اینه که دیگه شما تستای سخت و جوندار و خفن هم دیده باشید، از پس هر چیزی ان شاء الله بر بیایم. و اما بچه یه سری جلساتی هم هست، جلسات محاسبات. حالا آخر کلاس امروز بهتون میگم. تو آپارات براتون گذاشتیم واسه اینه که قدرت محاسباتتون و قدرت حل سوالتون بره بالا، سرعت حل سوالتون بره بالا. بهتون میگم که کجا قرار گرفته. در طول سال تحصیلی ازتون یه سری آزمون میگیریم. این سوای آزمون‌های اصلی ما، آزمون اصلی ما سر جای خودش. یه سری آزمونم من ازتون میگیرم مطابق اوج بندی کلاس که اونها آزمون‌ها هم برگزار که میشه براتون حل ویدیوییشو میذاریم. علاوه بر این هر تکلیفی هم که من بهتون بگم از تو جزوه کتاب تست که خودش پاسخنامه داره هیچ، ولی از تو جزوه هر تکلیفی من بهتون بگم ان شاء الله به امید خدا براتون جلسات حل اون تکلیف‌ها رو هم میذاریم. یعنی جزوهتون که برسه به دستتون توش نزدیک 200 تا تمرین داره، اینا رو تو خونه خودتون با حل کنین، ولی من حل ویدیویشو براتون میذارم که اگه جای ایراد داشتین بتونین ان شاء الله چکش هم بکنین. قبوله؟ اینم از این.
و اما دوره محاسبات شیمی میخوایم ببینیم چجوریه و چجوری باید باش پیش بریم. خب بچه دوره محاسبات شیمی عملا ریاضی، خیلی ربطی به شیمی نداره، ولی همه آن چیزهای از ریاضیه که تو شیمی دخیلن. آقا تکنیک‌های مربوط به ضرب کردن، تکنیک‌های مربوط به تقریب زدن، تکنیک‌های مربوط به تفریق کردن، تکنیک‌های مربوط به تقسیم کردن، حالا مثلا تو سال بعدی تکنیک‌های مربوط به لگاریتم گیری، همه اینا رو براتون در قالب یه سری ویدیو پر کردیم، تو آپارات گذاشتیم. میتونید تشریف ببرید تو آپارات دوره محاسبات سریع رو ببینین. من الان بهتون تو آپارات نشون میدم که چجوریه، برای اینکه بخوایم مشاهده بکنیم ویدیوشو مشکلی نداشته باشین. لطفاً میایم رو تخته اینوری. خب آقا چجوری بریم تو آپارات؟ اول صفحه گوگل رو وا می‌کنی. صفحه گوگل رو وا می‌کنی، میای تو سرچ بار گوگل، کیبورد داشته باشیم اینجا. خب میای کیبورد تو فارسی می‌کنی، میزنی آپارات هادیان فرد عزیزم، میزنی آپارات هادیان فرد، فرقی نمیکنه هر کدوم زدی، میزنی اینتر. خب بچه اولین چیزی که میاد سایت آپارات، دقیقاً در واقع اون کانال من میاد. خب اوکی، شما الان مثلا میایین میزنین اینجا رو، هر کدومش زدید مهم نیست، بفرمایید. این وارد آپارات میشه، این کانال من. انتخاب بین کلاس‌های کنکور خیلی سخت شده. خب حالا آپارات من که باز شد، اینجا میزنی دکتر فرشاد هادیان فرد، وارد صفحه اصلی آپارات من میشی. اوکی، تو خود آپارات هم اگر سرچ کنی هادیان فرد میاد، هیچ فرقی نمیکنه. خب این شد صفحه اصلی آپارات من، قبوله؟ خب حالا تو صفحه اصلی آپارات میزنی لیستای پخش. تو قسمت لیستای پخش بچه‌ها یه جایی نوشته 0 تا 100 محاسبات شیمی کنکور، اینو میزنی وازش میکنی. 0 تا 100 شیمی کنکور هم ماشاءالله، 0 تا 100 شیمی کنکور هم که زدی لیست پخشش باز میشه. بفرمایید اینا ویدیوهای مربوط به حل محاسبات. خب حالا کدوماشو ببینیم؟ اگه میخوای کاغذ بیار دم دستت بذار تا من بهت بگم کدوما رو ببینی. اولیشو لطفاً ببینید، اصلا واسه اینه که بهت یاد بده آقا محاسبات چه تأثیری تو کنکورت داره. دومیش در رابطه با اصل اشار و صفر ببین، این نوشته تکنیک اول، اینو ببین. بعدی تکنیک دوم تجزیه اعداد، اینو هم ببین. تکنیک بعدی تکنیک سوم مقایسه اعداد موجود در کسر، اینو هم ببین. بعدی تکنیک چهارم استفاده از رقم سمت راست در ضرب، اینو هم ببین. تکنیک خیلی به درد بخوریه، به دردت میخوره. تکنیک پنجم استفاده از گزینه‌ها، ببین. تکنیک تفکیک صورت کسر، اینو هم ببین. گرد کردن اعداد، اینو هم ببین. استفاده از توان مشترک مهم نیست، یعنی تکنیک نهم ندیدی اهمیتی نداره. تکنیک دهم انتقال اعداد تو کسرا ببین لطفاً، به دردت میخوره. تکنیک 11 قواعد لگاریتم فعلا به دردت نمیخوره، واسه 12 الان کاری باهاش نداریم. تکنیک 12 رقم سمت راست تو جمع و تفریق، ویژه بچهای 11 حتما ببینش، تو فصل 2 11 خیلی باهاش سر و کار داریم. تکنیک 13 گرفتن میانگین وزنی، لطفاً ببینش. تکنیک 14 رسیدن به ضرب اعداد، اونو هم لطفاً ببین. و تکنیک آخر هم یه تکنیک در واقع جامعیه که حالا بهتون نشون میده تکنیک‌های محاسباتی خودتون هم میتونین ابداع بکنین، اون هم لطفاً ببین. پس میری تو آپارات ماست، در آپارات من، تو آپارات من ویدیوها رو شروع می‌کنی بدیدن، به جز اون بحث لگاریتم و توان مشترک بقیه رو ببین. آقا از الان تا جلسه بعدی کلاسمون که یه شنبه هفته دیگه است، من میخوام فقط همین کارو انجام بدید. کار دیگه ای فعلا ازتون نمیخوام. لطفاً از الان تا یه شنبه هفته دیگه کل این ویدیوهایی که اینجا بهتون گفتم در قالب ویدیوهای محاسبات سریع رو ببینیم تا تو محاسبات دیگه لنگ نزنیم، خیلی قوی خیلی خفن با هم دیگه بتونیم جلو بریم. قبول؟ پس آپارات منو باز میکنین، وارد لیست پخش میشین و خیلی راحت میتونین ویدیوهای مربوط به اون رو ببینین. اینم از این ردیفه. یاد گرفتی؟ خب بریم اون سرمتی. بریم سراغ ادامه ماجرا. خب در رابطه با جلسات حل تست تند آتشین بهتون توضیح دادم بچه‌ها. جلسه حل تست تند آتشین هر 7 8 جلسه یه بار برگزار میشه. مثلا من تو تابستون ما یه دونه یا دو تاشو داشته باشیم که هر چیزی که خوندیم، هر چیزی که یاد گرفتیم میریم ازش تست حل می‌کنیم تا دیگه با تستای سطح بالاتر هم آشنا بشیم و در واقع دستمون تو تست زدن تندتر بشود. و اما بچه‌ها این اسلاید لطفاً یه اسکرین شاتی ازش بگیرید. بچه تو این اسلاید بهتون توضیح دادیم که چجوری با کلاس خوب پیش بیاین تا بتونین نتیجه خوب بگیریم. در واقع اگر برات سوال آقا شیمی رو چجوری بخونم که بتونم نتیجه خوب بگیرم، جوابش تو این اسلاید. ببین تو مرحله اول این عددا بهت میگم که چی هستن. تو مرحله اول در روز 1 واسه هر مبحث شما باید کلاس رو خیلی خوب و دقیق ببینید. چرا نوشتم خیلی خوب و دقیق؟ بچه‌ها کلاس دیدن اگه با تمرکز نباشه واقعا هیچ فایده‌ای نداره. مثلا اگر تو خونه تو حال جر و دعواست، تو بشینی سر کلاس هیچ فایده‌ای نداره.
اگر مثلا میگم آقایی خانومی داره به تکست میده بشینی سر کلاس، فایده ای نداره. سر کلاس نشستن وقتی فایده داره که تو 6 دنگ حواست اینجا باشه. بله آفلاینش براتون قرار میگیره رو پنل. پس وقتی کلاس دیدن فایده دارد که تو 6 دنگ حواست اینجا باشد. این شد مرحله اول. یعنی تو در قدم صفر تو مرحله اول باید 6 دنگ حواست اینجا باشه، مطالب و سر کلاس یاد بگیری، نخوای بری بشینی آفلاین ببینی، نخوای وقت دوباره بذاری. پس سر کلاس مطالب خوب یاد گرفتم. خب بچه هر مطلبی ما وقتی با هم دیگه کار میکنیم یه تعداد مثال سر کلاس توش حل میکنیم. مثلا آقا بهت استوکیومتری یاد میدم یه TPO، ازش چند تا مثال میزنیم. مثالا رو باید همراه من حل کنی. این که فقط اینجوری بشینی زل بزنی به تخت نگاه کنی هیچ فایده نداره، هیچ پیشرفتی نمیکنی. همیشه میگن تو مسائل میخواد فیزیک باشه، میخواد ریاضی باشه، میخواد شیمی باشه، تا وقتی قلم دست نگیری دست تند نمیشه. پس مثالا رو باید همراه من بشینی حل بکنی. خب حالا بعد از کلاس میای یه نگاهی به جزوه میکنی. مثلا من بهت 3 تا مطلب رو درس دادم، 4 تا مطلب رو درس دادم. میگه آقا من از این 4 تا مطلب 3 تاشو خوب یاد گرفتم، یه دونش مونده که خیلی خوب یادش نگرفتم. میگم اوکی اشکالی نداره، حالا اگر یه قسمتشه که ایراد داری همون قسمت رو فقط بیا بازپخش ببین. آقا نه اینکه بشینی بازپخش کلاس دوباره ببینی. بچه‌ها ویدیو زیاد دیدن سمه، همه وقتتون رو پای ویدیو دیدن هدر ندید. آقا یه بار دیدم اگه همه چیزو خوب یاد گرفتم عالی، اگر اشکالی موند همون روز بعد از کلاس همون تیکر رو چک میکنم دوباره تا مطلبشو خیلی خوب قوی خفن یاد بگیرم. اینم شد در واقع مرحله بعدی. آقا اینا کارهایی که شما تو روز اول با انجام بدی: کلاس دیدن، تمرینات سر کلاس و بحث اشکال گیری. این شد کارهای روز اولت. قبوله؟ ردیف. حالا آقا یکی میگه از کجا بفهمیم مطالب خیلی خوب یاد گرفتیم؟ فرض کن میخوای برای یکی توضیحش بدی. آقا من امروز بهت شعاع اتمی یاد میدم، میخوام بهت امروز شعاع اتمی یاد بدم، کل مطالب اون پیرامون شعاع اتمی. تو 10 دقیقه واسه خودت خلاصش کن، توضیحش بده. اگه تونستی این کارو بکنی خوب یادش گرفتی. اگه نتونستی این کارو بکنی یعنی یه جایشو ضعف داشتی، برو همون تیکر رو دوباره ببین. اگه جایش اسکری گیر میزنه یادت نیست، سر کلاس خودت اصلا ممکنه بفهمی آقا من فلان چیزو متوجه نشدم، دوباره برو کلاسشو ببین. اینا شد کارهایی که تو روز اول باید بکنی. درسته؟ خب آقا روز اول این کارا رو کردم رفت. فردای کلاس یا حالا پس فردای کلاس تو گام دوم میرم شروع میکنم متن جزوه رو یه دور کامل مرور میکنم. یعنی آقا مثلا من تو کلاس به 6 صفحه درس دادم، 6 صفحه رو میخونم، 6 صفحه رو میخونم و مثالاشو خودم دوباره حل میکنم. نه اینکه رو حل فلانی نگاه کنم. به خاطر همین من یه توصیه مهم بهتون میکنم. بچه سر کلاس وقتی داریم مثالا رو حل میکنیم تو جزوه چیزی ننویسید، تو این مرحله تو جزوهتون بنویسید. یعنی من سر کلاس وقتی دارم یه مثال حل میکنم تو چک نویس بنویسم چیو به جواب برس، حالا چه تو مسائل چه تو مفاهیم کامل همه رو بهتون آموزش میدیم. به جواب برس، تو چت روم جوابو به من بگو. اوکی ما هم سر کلاس سوالو کامل حل میکنیم. حالا فرداش یا پس فرداش که خودت تو جزء مثال رو حل میکنی به زبون خودت پاسخشو بنویس. اینجوری تا مدت‌ها اون مطلب تو ذهنت باقی میمونه و از ذهنت بیرون نمیره. این هم شد پس مرحله بعدی. و اما بعد از اینکه این کارو کردی تو همون روز یا روز بعدیش میری سراغ تمرینای جزوه. تمرینات دیگه اونایی که ما سر کلاس حلشون نکردیم، خودت توی در واقع خونه اینا رو حل میکنی، بررسی میکنی، کامل جزء به جزء قشنگ به جواب میرسی. اگر جای اشکال داشتی میری حل ویدیویشو میبینی، اگرم نه که فبا کارو درآوردی. بچه اگر تا اینجا کارو جلو ببرید یه مطلب من بهتون قول میدم حتی سختی واسه ما معنی نداره، حتی پیچیده ترین چالشی ترین مطلب هم مثل بنز یاد میگیرید، مثل بنزا. این شد تا اینجا. درسته؟ خب گفتیم اگر تمرین اشکال داشتی ویدیوشو ببینید. اینا شد مراحل آموزش و یادگیریتون. و اما خب بچه بعد از اینکه رو مطالب جزوه تمرین ها و مثالاش مسلط شدین بعد بریم سراغ کتاب تست دیگه. حالا این یه کار زمانگیره، ممکنه یه هفته 5 روز 10 روز یه مطلب طول بکشه تستاش، چون ممکنه تستاش زیاد باشه. میریم سراغ کتاب تست، بهتون میگم چه کتاب تستی باید بگیرین و از کتاب تست شروع می‌کنیم به تست حل کردن و کار کردن. بچه اگر تا اینجا پیش برید قطعاً هیچ سوالی نخواهد بود که دیگه نتونین جوابش بدید. و اما بعد از اینکه چند تا مبحث رو بهتون آموزش دادیم، یکم با هم دیگه جلو رفتیم، جلسات حل تست تند و آتشین رو خواهیم داشت که تو این جلسات حل تست تند و آتشین میشینیم در کنار هم دیگه با هم تستای سطح بالاتر و خفن‌تر حل می‌کنیم و ان شاءالله آماده میشیم واسه مواجه شدن با هر چیزی. یعنی اول خوب یاد میگیری، بعد دانستهات رو مرور می‌کنی، بعد میری باهاشون تست میزنی، نکات خفن‌تر ریویو میشه برات،
بعدش هم میریم تو کلاس حل تست تند آتشین و ان شاءالله با هم دیگه تستای خفن‌تر هم حل میکنیم. این یه روند استاندارد آموزشیه. اینا بعد تو روز اول انجام بشه، تو همون روزی که کلاس میبینی. اینا تو 2 تا 3 روز بعدش باید انجام بشه. اینا هم تو 2 تا 3 هفته بعدش. همین کلاس حل تست تند آتشین که بهتون تایمش رو اعلام میکنیم. یعنی شما هر مبحثی که تو کلاس دیدید خوب یاد گرفتین، بعد ظرف دیگه نهایتا 10 روز بعد تا اینجا بیاین. حالت استانداردش. قبوله؟ ردیف؟ خب گفتیم تمرین کلاسی براتون حل ویدیویش گذاشته میشه توی آپارات. حالا وقتی اولین پارتاش گذاشته بشه بهتون میگم، میتونید برید ببینید. عموما بچه‌ها هر جلسه‌ای که درس میدیم تمریناش 2-3 هفته بعد تو آپارات براتون گذاشته میشه. مثلا میگم چیزایی که تو تابستون بهتون درس میدیم همش حل تمریناش توی مثلا هولوش شهریور ماه تو آپارات براتون بارگذاری میشه که دیگه بتونید برید حل ویدیویشو ببینید. و اما آموزش برنامه‌ریزی روزانه بچه‌ها خیلیاتون سردرگمید. یعنی چی؟ یعنی نمیدونید که آقا مثلا باید چجوری برنامه‌ریزی بکنید تا بتونید برای درس‌های مختلف نتیجه خوب بگیرید. من الان اینجا میخوام راجع به همین قضیه براتون صحبت کنم. ببینید ما الان 2 دسته داوطلب اینجا داریم، بچهای رشته ریاضی، بچهای رشته تجربی. بچهای رشته ریاضی یه درس ریاضی دارن که حالا خودش منشعب میشه به گسسته و نمیدونم حسابان و غیره و غیره. یه دونه فیزیک دارن، یه دونه شیمی دارن، یعنی عملاً 3 تا درس دارن. بچهای رشته تجربی 4 تا درس دارن. حالا فعلا زمین که خیلی مهم نیست، زیست دارن، فیزیک دارن، شیمی دارن، ریاضی دارن. اوکی. من اگر بخوام یه توصیه استاندارد بهتون بکنم واسه بچهای رشته ریاضی، در هفته‌ای که 7 روز است باید 5 روزش واسه شیمی وقت بذاریم. یعنی مثلا یه روزش کلاسه یا 2 روزش کلاسه، خب این شد رفت. 3 تا 4 روز دیگه باید واسه شیمی وقت بذاری که میشه در طول هفته 5 تا 6 روز. و بچهای تجربی 6 تا 7 روز باید واسه شیمی وقت بذارن. عملاً میخوام بهت بگم اگر دانش آموز رشته ریاضی هستی، از 7 روزی که تو هفته داری 5 یا 6 روزش برنامه مطالعاتی شیمی باید داشته باشی که حالا هر روزش میشه 2 ساعت. و اگر دانش آموز رشته تجربی هستی 6 یا 7 روزشو باید برنامه داشته باشی که باز هر روزش میشه 2 ساعت. خب آقا روزی که کلاس میبینی دیگه 2 ساعتت رفت، با کلاس رفت. حالا کلاس همون کاری که بعد از کلاس گفتیم بکن. ولی تو روزای بعدش، روزای بعدتریش دیگه تایم باید بذاری واسه مثالای جزوه، تمرینای جزوه، حل تست و غیره. پس وقتی میخوای برنامه بریزی الان قشنگ میری واسه خودت یه جدول درست میکنی. مثلا اگر رشته تجربی هستی شنبه، یه شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی. قشنگ مشخص میکنیم یا تو این برنامه 7 روزه من باید 6 روزش یا 5 روزشو شیمی بخونم، حالا بسته به برنامه و شرایط کاریت. حالا روز که کلاس داشتی چی دیگه که برنامه با کلاس اون درس پر شده، روزای دیگه که خالی هست با تکلیف و در واقع حل تست و کارهای اینجوری پر میشه. خب آقا حالا اون برنامه‌هایی که می‌خوایم بچینیم تو روزهای دیگر چجوری بچینیم؟ دقیقاً همین چیزی که من بهتون گفتم. یعنی شما دقیقاً در روز کلاستون، من بیام بالا، در روز کلاستون که این کارا رو می‌کنین، واسه 2 تا 3 روز بعدش این کارا رو می‌ذارید بعد ادامه ماجرا. دیگه بقیه‌اش هم که میشه کتاب تستتون. یعنی برنامه‌ریزی بچه‌ها از چیزی که فکر می‌کنید خیلی آسان‌تره. فقط به شرطی که خودتون بخواید. حالا اگه مشاور داشتی تو این قضیه بهت کمک میکنه، اگه نداشتی خودت میتونی انجامش بدی. آقا روزی چند ساعت درس بخونیم؟ از نظر من واسه شیمی و زیستت بچهای تجربی روزی 2 ساعت، واسه ریاضی و فیزیکت روزی 1 ساعت و ربع تا 1 ساعت و نیم. بچهای رشته ریاضی واسه شیمیتون 1 ساعت و نیم حدوداً تا 2 ساعت، فیزیکتون 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت، درسای ریاضی و حالا مشتقاتش روزی 2 ساعت و نیم بعد روش وقت بذارید. حالت ایدئال واسه یه دانش آموز 11 همینه. تایم کلاساتون هم رو این حساب شده است. خب آقا بیشتر از این درس نخونیم. نیکی و پرسش. ببین این حداقل. تو اگر روزی 3 ساعت شیمی بخونی که من بهت نمیگم چرا روزی 3 ساعت شیمی خوندی. چیکار بکنم تو ادامه ماجرا؟ برو دهمتون مرور کن. یعنی 11 از کلاس جلوتر واقعا نیاز نیست برید، ولی اگر بیشتر خواستید وقت بذارید شیمی دهم مرور کنید. اگر بخواین از من بپرسید چه چیزایی از دهم مرور کنیم، به نظرم شیمی دهم مرور کن و زیست دهم مرور کن. بچه‌ها ریاضی و فیزیک عموما مطالبشون گسسته تره، یعنی فیزیک 11 خیلی ربطی به دهم نداره. به خاطر همین حتی اگه دهمت اوکی هم نباشه تو 11 به چالشی نمیخوری، خوب پیش میری. ببین دهم مرور کنی خیلی خوبه ها، ولی نکردی هم. ولی واسه شیمی اینجوری نیست، واسه زیست اینجوری نیست، واسه یه قسمتای از ریاضی اینجوری نیست. یعنی برو سراغ چیزایی که پیش نیاز داره که از دهم قویشون کنی که توی 11 بتونی نتیجه بهتری ان شاء الله بگیری. قبوله؟ ردیف اینم از این. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. جزوه ویژه کلاس 11 بچه جزوه‌تون جزوه خیلی خفنیه، امسال براتون آپدیتش کردیم. یه جزوه نزدیک به 250 60 صفحه‌ایه، کل متن کتاب رو کامل 0 تا 100 کاور میکنه. یعنی شما خیلی نیازی به خوندن متن کتاب ندارید. حالا بهتون میگم که متن کتابو هم باید بخونید و چه جوری باید بخونید، ولی تو جزوه کل متن کتاب آورده شده است.
این شد از این. تو هر مبحث یه سری مثال داریم که با هم دیگه سر کلاس حل میکنیم. علاوه بر مثال ها یه سری تمرین داریم که گفتم خودت تو خونه حل میکنیم، ما حل ویدیویشو براتون میذاریم. این تمرین ها امسال تو این حجم به جزوه جدید اضافه شده. پارسال تو جزوهمون به این حجم تمرین نداشتیم. نزدیک هولوش فکر کنم نزدیک 170 80 تا تمرین تو جزوهمون هست. یعنی عملاً جزوهمون خودش یه پاک کتاب تست هم هست. شما در کنارش یک کتاب دیگه هم حل می‌کنین، عملاً 2 تا منبع حل کردین و کارو درآوردید، به اون چیزی که می‌خواستین رسیدین. این جزوهمون دقیقاً با همین شکل و شمایل تو پنل براتون بچه‌ها 2 فصل اولش گذاشته شده، 2 فصل بعدیش هم ظرف 10 روز آینده براتون گذاشته میشه، 10 15 روز آینده. از همین الان از ماز مارکت هم قابل سفارش هست. من صفحه ماز مارکت رو بهتون نشون بدم که شما بتونین از اونجا هم اگه می‌خواین سفارشش بدین. ما میشه لطفاً بیایم اینور. خب آقا ماز مارکت چه جوری بریم؟ صفحه گوگل رو وا می‌کنیم، توی سرچ میکنی ماز مارکت، وارد ماز مارکت که شدی از این بالا میزنی جزوه اساتید. جزوه همه اساتید اینجا گذاشته شده است. کدوم شبیه اینه؟ اینا نوشته جزوه شیمی پایه 11 استاد آدیانفر. جزوه شیمی 11 که باز بفرمایید میتونین در واقع جزوه رو تهیه بکنید. ارسالش هم به من قول دادن خیلی سریع براتون انجام بشه. ظرف 4 5 روز به من قول دادن برسه دستتون دیگه. حالا یک کوچولو کمتر بیشتر، ولی سعی میکنن در حد اکثر فرصت ممکن به دستتون برسه. این جزوهمونه دقیقاً با همین شکل و شمایل به دستتون میرسه. جزوه تمام رنگیه، چه فایلی که تو پنله چه فایلی که اینجاست. بچه‌ها با هم هیچ فرقی هم ندارن، فقط این قالب دورشون با هم فرق میکنه. این صفحه آرای دورش با هم فرق میکنه. اینم که تو پنل یه کوچولو یه 10 روز طول میکشه براتون بزنم، به خاطر اینکه دارم میبرنش تو قالب اصلی ماز که براتون در واقع به همون شکل و شمایل استاندارد ماز هم گذاشته بشه. اگه از ماز مارکت بگیرید اوکیه، اگه خودتون هم بخواید پرینت بگیرید اوکیه، ولی ترجیحاً جزوه رو پرینت بگیرید یا از رو تبلت. هر کدوم راحت تر بودین. ممکنه که بگید من تبلت دارم، از رو تبلت خیلی راحت میخونم حل میکنم، هیچ ایرادی نداره. میتونی کاملا از این در واقع طریق هم استفاده بکنی. فقط بچه‌ها بهتون بگم جزوه‌ها کلا امسال کد تخفیف نداره، چون قیمتشو مینیمم عددی که میتونستن براتون گذاشتن. یعنی ما همه اساتید صحبت کردیم با ماز مارکت، ازشون خواهش کردیم که شرایط کشور بده دیگه، مینیمم قیمت ممکن جزوه رو بذارن. جزوه ها در مینیمم قیمت ممکن براتون گذاشته شده و یه جوریه که دیگه خیلی راحت شما میتونید سفارش بدید و تهیه کنید، هیچ مشکل و چالشی هم ان شاء الله نخواهید داشت. قبوله؟ خب آخر کار بچه هر سوالی داشته باشید من بهتون جواب میدم. من مطالب کلیمون رو بگم، بعد آخر کار هر سوالی داشتین رو بهتون جواب خواهم داد. اوکی؟ اینم از این. پس در رابطه با جزوه هم صحبت کردیم. اینم از این. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. خب هماهنگی با آزمون آزمایشی. بچه‌ها بهتون گفتم تو تابستون آزمون آزمایشی خیلی اهمیتی نداره. ما سعی می‌کنیم خودمون رو بهشون برسونیم، ولی واقعا تو تابستون آزمون آزمایشی اهمیتی نداره. اون چیزی که برای شما مهمه اون مرور دهمشه که ببینید تو دهم وضعیتشون چجوریه. ولی ان شاء الله از مهر به بعد ما همیشه یک قدم از آزمون آزمایشی جلوتر خواهیم بود. یعنی مثلا آزمون آزمایشی اگه صفحه میگه 1 تا 11، ما قطعا صفحه 1 تا 11 رو خوندیم، تستاشو هم زدیم. یعنی ما همیشه یک قدم از آزمون آزمایشی جلوتر خواهیم بود. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما از الان تا مهر طبق برنامه‌ای که من بهتون گفتم پیش میرید با کلاس. از مهر به بعد مثلا تو میخوای تو هفته 6 روز از شیمی وقت بذاری، خب یه روز شیمی کلاسی چی 5 روز میمونه. از 5 روز 3 روزشو میذاری رو کلاس، 2 روزشو میذاری رو مرور مطالبی که قبلا خوندی که با آزمون هماهنگ باشه، که بتونی تو آزمون هم نتیجه خیلی خوب بگیری. یعنی شما ان شاء الله با امید خدا از مهر به بعد برنامه مطالعاتیتون 60% 70% میشه با کلاس جلو اومدن، یه 30-40% هم میشه مرور مطالبی که تو تابستون خوندین و الان میخواید ریویو بکنید که ان شاء الله بتونید از اینا هم نتیجه خیلی خوب و عالی بگیرید. قبوله؟ خب آقا در کنار کارامون من نکات مشاوره که به شیمی مربوطه رو هم بهتون میگم. مثل امروز که بهتون گفتم آقا شیمی چجوری بخونی، برنامه‌ریزی واسه شیمی چجوری بکنی. مثلا آقا آزمون که ازتون میگیریم تو حل ویدیوی آزمون من یه سری نکات راجع به تستنی بهتون میگم. آقا این تست رو فلان جور حل کن، اینو بذار آخر کار حل کن، تست زماندار چجوری بزنی. راجع به اینا به وقتش باهاتون صحبت میکنیم. یعنی کلاسمون هر نکات مشاوره‌ای که به شیمی ربط داره رو هم کاور میکنه. نمیخواد از این نظر نگران باشی، کامل من 0 تا 100 اینا رو هم بهت میگم. و اما آقا منبع چی استفاده کنیم بچه‌ها؟ اولین منبع همتون جزوه است. جزوه به عنوان اولین منبع همون باید استفاده کنیم. تستا تمریناشو فول باید کامل حل کنیم. آقا شما با جزوه به تنهایی به درصد معقول تو آزمون ها میرسی، ولی ما اومدیم اینجا که خفن باشیم، ما اومدیم اینجا که 100 بزنیم. اگر میخوای بری لیگ بالاتر، کتاب خیلی سبز شیمی 11
بهترین کتابی که فعلا تو بازاره. اگر چاپ امسالش رو بگیرید، چاپ جدید، عالی. اگر چاپ پارسال یا پیارسالش رو هم بگیرید هیچ ایرادی نداره. یعنی چاپ 402 به بعد اگه بگیرید ایرادی نداره. 401 اینا دیگه یکم زیاد قدیمی شده، سوال آپدیت توش کمتره، نمیگم نیست آقا. یعنی اگه مثلا 401 داریم نمیشه استفاده کرد، چرا؟ ولی اگر نظر هزینه برات سختی نداره برو جدیدشو بگیر. اگر نه حس میکنی که از نظر هزینه سخته، اگه حتی چاپ 401 هم داشته باشی میتونی استفاده بکنی. نهایتا در حد 10-15% فرق کرده. این میشه کتاب اصلی هممون. اوکی؟ حالا اگر بخوای واسه مسائل شیمی تست بیشتر حل کنی، این کتابه. کتاب شیمی موضوعی خیلی سبز ویژه حل مسائل. بهش میگن کتاب حل مسائل خیلی سبز. عکسش هم داریم میبینی. این فقط بچه‌ها مسئله است. یعنی بحث مسائل مثلا میگم مسائل بازده درصدی، درصد خلوص، استوکیومتری، موازنه، چیزایی که به مسائل برمیگرده تو این کتاب کامل 0 تا 100 بررسی شده است. این واسه تست بیشتره. من بهتون تکلیف از رو این میگم. یعنی تکلیف از رو این گفته میشه. ولی واسه تست بیشتر زدن، خب آقا ما سطحمون بالاست، میشه خیلی سبز نگیریم؟ بله. اگر سطحت بالاست میتونی کتاب نردبان شیمی 11 بگیری، فقط نردبان شیمی 11. آیکیو کتاب قدیمی، آیکیو من خودم مؤلفشم ولی چندین سال آپدیت نشده است. نردبان شیمی 11 خیلی سبز به مراتب کتاب بهتریه. آقا کیا اینو بگیرن، کیا نردبان بگیرن؟ از نظر من اگر تصورت خودت نسبت به خودت اینه که شیمی در حد معمولیه، امسال میخوای خفن شی، اینو بگیر. آخر امسال قطعا میری نردبان میگیری چون به وضعیت خفن میرسی بیشک. ولی آقا یکی میگه من دهم خیلی خوب تست دادم، خیلی خوب کار کردم و کتاب خیلی سبز دهم هم داشتم واسم آسون بوده، برم چی بگیرم؟ میگم برو نردبان در واقع 11 بگیر. شیمی نردبان 11 تو بازار هست، میتونین تهیهش بفرمایید و سوالاتشو حل بکنید. کتاب خیلی خوبی هم هست. حجمش هم از این کمتره یکم، ولی تستاش طبیعتاً جوندارتر خواهند بود. میگن مبتکران خوبه یا نه؟ مبتکران ببین کتاب بدی نیست، اگه داری استفاده کن، اگه نداری نگیر. بچه مبتکران یه سری چیزایش یه کوچولو خارج از کتابه، یه سری چیزایش یه کوچولو خارج از چارچوب کنکوره، یه سری چیزایی رو به شما میگه، یه سری چیزایی رو ازتون سوال میپرسه که در حیطه کنکور بررسی نشده است. ببین خیلی کتاب عالیه، من خودم خیلی دوستش دارم، ولی یه کوچولو قدیمی شده دیگه. اگه نداری ایشون، اگه داری نمیخواد هزینه اضافه کنی، همون مبتکران دیگه مطابق با سرفصلی که میگیم آقا ما به ترتیب کتاب درسی جلو میریم دیگه. مثلا میگم آقا الان شعاع اتمی بهتون درس دادیم، میری تستای بخش شعاع اتمی از مبتکران حل میکنی، هیچ ایرادی نداره. ولی اگه نداری لطفا ایشون یا نردبانو بگیری. قبوله؟ میگه کتاب قلمچی جامع مهرماه مبتکران گفتیم خیلی سبز الان داری عالی. گاج 11 نه هر کدوم از اینا رو اگه دارید استفاده کنید. نمیخواد برید کتاب، حتی کتاب نشر الگو اگه دارید استفاده کنید. اگه نداری میخوای بری هزینه کنی کتاب بگیری ایشون. مثلا ممکنه یکی بگه من داداشم پارسال 11 بوده یا 2 سال پیش 11 بوده، کتاب نشر الگو داره، همون رو استفاده کنم. میگم فعلا همون رو بگیر، با همون جلو بیا، یه کوچولو که راه افتادی دست تند شد برو نردبان بگیر کنارش بزن مثلا. ولی اگر نداری ایشون، اگه داری مبتکران کتاب خوبیه، نشر الگو کتاب خوبیه، گاج کتاب خوبیه، دیگه چی؟ همشون کتاب خوبیه. قبول؟ ردیف؟ اینم هست. ولی آپدیت ترین کتاب اینه. مثلا مبتکران تو بحث شیمی عالی، خب شیمی 11 یه قسمت زیادی شیمی عالی، یه سری نکته و چیزایی داره یه کوچولو دیگه از حیطه کنکور اومده بیرون، یه سریاش به اساس مثلا چیزای نظام ردیف است بخاطر. قبول؟ میگه فارچی اونم کتاب خوبیه، اونم مشکلی نداره. فرمول 20 واسه نهایی عالی، فرمول 20 واسه نهایی خوب است، فرمول 20 واسه نهایی خیلی خوبه. آپدیت ترین کتاب واسه نهایی تو گاج فرمول 20 خیلی خوبه. میکرو گفتم، میکرو اگه نداری نگیر، اینو بگیر. اگه داری مهم نیست، از همون استفاده کن، هیچ ایرادی نداره. دیگه اینم هست. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. در تو با من صحبت کردیم، اما اسیست کلاسای شیمی. بچه‌ها ما تو کلاسای شیمیمون چیزی داریم تحت عنوان اسیست، پنل تی ای یا اسیست. از پشتیبانی ما میتونید بپرسید. هر جا تو کلاس یه چیزی رو متوجه نشدی میری بازپخش میبینی.
اگر احیانا تو بازپخشم متوجه نشدی، میری از اسیستای کلاسمون میپرسی. بچه اسیستای کلاس من همشون رتبه تک رقمی 2 رقمی خفن کنکورن. مثلا عالیه میرزایی خودش رتبه تک کنکوره، فرهنگ امیری رتبه تک کنکوره، سعیده رتبه تک کنکوره، همشون خودشون رتبه تک رقمی و 2 رقمی یا حتی بچهای مدالدار المپیادن. یعنی خیلی خوب، حتی یه جایی بهتر از من مطالب میتونن براتون توضیح بدن. آقا یه تستی تو کتاب تست متوجه نشدی، از اسیستان میپرسی بهت میگم. یه چیزی خیلی هم سریع بهتون جواب میدن، اغلب زیر 24 ساعت یا زیر 48 ساعت بهتون جواب میدن. یا مثلا آقا یه وقتی یه جایی تو کلاس یه چیزی گیر داری، یه کلمه ای رو متوجه نشدی، ازشون میپرسی، کامل 0 تا 100 برات رفع اشکال میکنن و برات کامل توضیح میدن. این قابلیت بچه خیلی قابلیت خوبیه که تو ماز وجود داره، تو همه درسام هستا. بهتون خیلی اسیستا کمک میتونن بکنن. قبوله؟ اینم هست. و اما انتخاب استاد. بچه من یه خواهشی ازتون بکنم، یه سوالی قبل از این کلاس دیگه ای دیدید؟ اولین جلسه کل کلاساتونه، فکر کنم کلا اولین جلسه کلاساتونه. بچه در رابطه با شیمی و حتی بقیه دروس من یه خواهشی میخوام ازتون بکنم. جلسه اول همه استادا رو اگه میتونین ببینین، به هر طریقی تونستید گیر بیاید ببین و بعد تصمیم بگیرید که با کدوم استاد میتونید بهتر جلو برید. این توصیه اول من. اصلا نمیخواد دهن‌بین باشین آقا فلانی گفت فلان استاد بهتره. حتی اگر کل کره زمین بهت بگن فرشاد آدیانفر بهترین استاده، ممکنه واسه تو من استاد خوبی نباشم، پس درست تصمیم بگیر. ممکنه همه بهت بگن آدیانفر بده ولی واسه تو خوب باشه، بتونه بهت کمک بکنه. مهم تویی، هیچ چیز دیگه ای تو دنیا مهم نیست. فرض کن تو وایسادی وسط کره زمین، کل این کره زمین داره میچرخه واسه تو. یه جوری انتخاباتو بچین که ته امسال نتیجه خوب بگیری. برو یه نگاهی به رزومه استادا بکن، ببین رزومه های قبولیشون چجوری بوده، پارسال بچه‌ها ازشون راضی بودن یا نه. یه کوچولو نگاه طرح درسش بکن، یه کوچولو نگاه بکن ببین چقدر برات وقت میذاره. همه اینا رو بذار کنار هم دیگه، یه نگاهی به سطح خودت بکن، یه نگاهی به سطح تدریس اون استاده بکن. مثلا من گفتم همه 0 تا 100 بهتون میگم. همه اینا رو بذار کنار هم دیگه، بعد یه تصمیم درست بگیر که تا آخر سال هم بتونی باهاش خوب پیش بری. بعضی از بچه‌ها مثلا میرن سر کلاس یکی دیگه به هر علتی، تو همه درس‌ها نه فقط تو شیمیا، بعد مثلا یهو آخر آبان میبینه خوب داره نتیجه نمیگیره، بعد میاد میگه آقا من میتونم تغییر استاد بدم بیام سر کلاس شما. خب من بهش میگم آره ایرادی نداره، ولی واقعیت اینه که دانش آموز 4-5 ماه وقتشو از دست داده و حالا الان وقتی وسط کار میاد سر کلاس من ممکنه یه چیزایی رو جسته گریخته متوجه بشه. چرا؟ چون ما فلش بک میزنیم میگه آقا یادت فلان چیزو فلان موقع گفته بودم. پس از همون اول مرتب قشنگ بیا جلو، با فکر با منطق تصمیم بگیر تا بتونی نتیجه خیلی خوب بگیری. تو همه درس‌ها همینا، نه فقط توی بحث درس شیمی. لطفاً تو همه درس‌ها به این قضیه خیلی خوب و دقیق فکر بکنیم تا ان شاءالله نتیجه خیلی خوب و خفن بگیریم. من مطمئنم که حتما این اتفاق براتون رقم میخوره، چون شماها آدمای باهوشی هستید، آدمای خفنی هستید و قطعاً تصمیمات درستی خواهید گرفت. اینم از این. قبوله؟ بچه‌ها من به سوالاتتون جواب میدم، آخر کار همش پرسش و پاسخه، هیچ سوال جواب نداده باقی نمیمونه. و اما بچه‌ها این دروغ رو خیلی جواب بهتون میگن مسیر کنکور سخته، به این سادگی ها نیست. ببین اول 11مته، من یه قولی میخوام بهت بدم، 2 سال دیگه بعد کنکورت اگر به حرف من نرسیدی هر چی خواستی بیا به من بگو. اگه تو این 2 سال خوب درس بخونی، اگه تو این 2 سال به حرف گوش بدی، اگه تو این 2 ساله گیر تبلیغای زرد و چرت و پرت نیافتی، مثلا طرف میام دیگه فلان کار بهت میگم بکن تو 24 ساعت کل شیمیو میخونی، اگر گیر این چیزا نیافتی، با منطق و خوب پیش بری، بازم تکرار میکنم برای فکر کنم بار 5م 6مه، نه مهمه که تو کدوم مدرسه ای، نه مهمه وضع مالی چجوریه، نه مهمه مشاور داری یا نه، یا حتی نه مهمه که اصلا کلاس منو ببینی یا نه، نتیجه میگیری. به شرطی که خوب تلاش کنی و بعدها 10 سال دیگه 15 سال دیگه میشینی میگی من انقدر تو اون مسیر خوب و قوی پیش رفتم که حد نداشت، انقدر کارهای خفن و باحال کردم که حد نداشت، انقدر آدم باحال و خفنی بودم که حد نداشت و لذت میبری از خاطرهاش. بچه‌ها خیلی از آدما از سال کنکورشون به عنوان یه سال خیلی عذاب آور، خیلی سال سخت زیاد میکنن، ولی برو ببین رتبه‌های تک کنکورم اینجوریان، برو ببین رتبه‌های 2 رقمی کنکورم اینجوریان. ممکنه بگن خیلی سال سختی بود ولی میگن سال خوبی بود، چون زحمتام به بار نشست. تو هم میتونی 2 سال دیگه تو همین موقعیت باشی، تو هم میتونی 2 سال دیگه خیلی راحت قشنگ اینجوری دستات پشت کلت باشه، لم داده باشی رو مبل، بگی من مطمئنم پزشکی تهران قبول میشم، مطمئنم کامپیوتر شریف قبول میشم، مطمئنم برق شریف قبول میشم، به شرطی که خوب درس بخونی. بچه‌ها من هیچ وقت به کسی دروغ نمیگم، من هیچ وقت رویا فروشی نمیکنم، اصلا بدم میاد به کسی دروغ بگم،
چه کاریه؟ مثلا طرف مثلا یه هفته قبل کنکور میگه از الان شروع کنم بخونم میشه؟ خب نه. ولی واسه تو الان بهت میگم، تو الان به هر چیزی میتونی فکر کنی، چون صفحه کنکور یه لوح سفیده که الان دارن دستت. خودت توش مینویسی که تهش چی بشه، خودت سناریو رو مینویسی، 0 تا 100 رو خودت پر میکنی. اگه خودت خوب پرش کنی نتیجه خوب میگیری، شک نکن. قبوله؟ اینم هست. خب آقا مطالبی که خواستیم بهتون بگیم و گفتیم. من قطعا از جلسه دیگه سر کلاس میبینمتون. امروز تدریس نداریم چون بخوایم بگیم یه چیز خیلی کوچولو میشه گفت، خیلی به درد نمیخوره. ان شاءالله از جلسه دیگه سفت و محکم قوی روزای یک شنبه که روزای تدریس اصلیمونه شروع میکنیم. شیمی 11ام جزوه رو هم تا اون موقع میتونین تهیه بکنین، حالا چه خودتون بخواید پرینت بگیرین چه بخواید از ماز مارکت سفارش بدین. روزای دوشنبه هم که ان شاءالله به امید خدا میریم سراغ بحث مربوط به مرور مطالب پایه دهم. من فقط یه نکته بهتون بگم بچه‌ها، اگه احیانا میخواین جزوه رو سفارش بدید لطفاً سریعتر این کارو بکنید، چون مثلا بچهای 12می چاپ اولش که 10000 تا بود خیلی سریع فروش رفت، بعد دیگه چاپ دومش طول کشید تا دوباره چاپ بکنن، دیر جزوه به دست بچه‌ها رسید. اگه میخواین تهیه بکنید سریعتر این کارو بکنید. اگه سوالی ندارید میتونید تشریف ببرید، اگه سوالی دارید اینجا بپرسید، من کامل بهتون میگم. گفته کتاب درسی زیر ذره بین خوبه، بد نیست ولی خیلی هم اهمیتی نداره، تو جزوه‌مون همه چیزو داره. جزوه سیاه و سفید میشه پرینت بگیریم، آره چه ایرادی داره. رنگی کمی آدم میلش به خوندنش بیشتر میشه، ما هم به خاطر همین رنگی چاپ میکنیم، ولی هر جور راحت تری، هیچ تفاوتی نمیکنه. با کلاستون پیش میام 80 میتونیم بزنیم، 80 و 100 میشه شوخی. 100 میزنی خودتو در حد 80 پایین نیار آجی، قطعا میترکونی قطعا. دیگه میگن سایت ماز مارکت میتونیم الان ازش خرید کنیم. بله الان میتونی خرید بکنی. کتاب ماجرای من و درسام خیلی سبز چجوریه؟ اگه منظور در مقایسه با فرمول 20 فرمول 20. ببین باز همونه که گفتم، اگه داری استفاده کن، کتاب بدی نیست، هیچ کتابی کتاب بدی نیست. اگه نداری برو بهترینشو بخر، فرمول 20 رو بخر. اوکی؟ دیگه میگم برای نهایی حتما نیاز کتاب بخریم؟ نه، هیچ الزامی نیست. یعنی ما سوالای نهایی 1-2 سال اخیر رو سر کلاس حل میکنیم، آموزشش هم که کامله، اصلا الزامی وجود نداره که شما بخواید برش کتاب تهیه بکنید. دیگه گفتم مبتکران داریم استفاده کن. آره دیگه گفتم این مبتکران داری از همون استفاده بکن، هیچ ایرادی نداره. 0 هم کلاستون به دردم میخوره قربونت برم. گفتم دیگه، گفتم هر چیزی پیش نیاز دهمه که بهت میگم. 11 هم که از 0 درس میدم دیگه، فقط مونده به تلاش خودت. تو زورتو بزنی قطعا کامل هم تو یاد بگیری. اصلا نگران نباش. تو تابستون تا کجا پیش میریم؟ تا وسط فصل 1 11 تا اواسط، تا استوکیومتری 11. شیمی 11 سخت‌تر از دهم؟ نه اصلا خیلی راحت تره. یعنی تو اگر درجه سختی دهم بگیری اینجا، درجه سختی 11 به نظرم اینجاست. قطعا خیلی راحت تر از شیمی دهم، خیلی هم دوست داشتنی تره. یعنی شیمی دهم خیلی شیمی لاولی تریه، اصلا آدم کیف میکنه میخونتش. نه اصلا کار سختی نیست، خیلی راحت. دیگه مشاور داشتن ضروریه؟ نه واسه بچهای 11می نه واقعا. اگر دوست داشتی بگیر، اگه نمیتونی برنامه‌ریزی کنی خب بگیر، مشاور بهت کمک میکنه. ولی اینکه بگیم هر کی مشاور نداره نتیجه نمیگیره، نه. خیلی هم مشاور ندارن، 11 خوب میخونن، 12 هم خوب میخونن، نتیجه خوبم میگیرن. اجباری درش نیست داشتنش، ولی خب طبیعتا ممکنه بتونه به شما کمک بکنه. چاپ 401 کتابا رو بگیریم، خیلی قدیمیه، ترجیحاً گفتم 402 به بعد، ولی اگر سخت تر از نظر هزینه ایراد نداره. بعضی مملکت‌ها بالاخره وضع بدی کتابام خیلی گرون شده، من اصراری روی این قضیه نمی‌کنم، هیچ ایرادی نداره. کتاب کیوبی واسه 11میان نیست؟ نه واسه 11میان کتاب کیوبی نداریم. تابستون حتما بعد درس بخونیم؟ یس بله نه روزی 12 ساعت، ولی آره روزی دیگه 6-7 ساعت داره حتما. کتاب قلمچی خوبه؟ گفتم اگه داری استفاده کن، اگه نداری نه نگیر. دیگه کتاب میتونیم دست دوم بگیریم؟ آره با شرطی که کثیف و خراب نباشه، آره بگیر استفاده کن، هیچ ایرادی نداره. 10 تست نزدم، 11 درست میشه؟ یس. سر کلاس کلی تست حل میکنیم، تمرین کلی داریم، کتاب تست هم که گفتیم میزنی، قطعا شک نکن، اصلا رو شکی نیست، قطعا این اتفاق میفته. تو جزوه‌تون نهایی هم کاور میشه؟ بله بچه، نهایی مطالب کتاب درسی بیرون کتاب که نیست که، همه مطالب کتاب درسی کامل تو جزوه هست. سوال امتحان نهایی هم حل میکنیم، هر فصل که تموم میشه سوال امتحان نهاییش هم حل میکنیم، اصلا نگران نباشید. دیگه فرمول 20 بگیریم؟ گفتم اجباری نیست، ولی بگیری واسه سوالای تشریحی خیلی خوبه، کتاب خیلی خوبه. دیگه کتاب 3 سطحی چجوره؟ همونی که گفتم، نداری نگیر، اگه داری استفاده کن. دیگه کتاب حتما لازمه؟ بله.
بچه کتاب حتما بزنید. آقا حتی اگه هزینه‌اش سختته بخوای بری بگیری، دوست و فامیل بالاخره یکی بوده 2 سال پیش 11 بوده باشه، برو کتابش بگیر. آره تست زیاد بزنین بچه‌ها. تست زدنه که بهتون در واقع قدرت میده در نهایت که بتره کنید. تست زدن خیلی مهمه. من پایم ضعیف اوکی میشه دیگه 3-4 بار گفتم. آره. هی نگو ضعیفه. قربونت برم عزیزم. این چیزی که تو ذهنت کاشتن که تو ضعیفی، تو نمیتونی تو کنکور چیزی بشی، تو قرار نیست نمره خوب بیاری، بریز دور. گو خوردن. تو ضعیف نیستی، تو اگه خوب درس بخونی هر اتفاقی برات رقم میخوره. تو اگه خوب درس بخونی به هر چیزی میتونی برسی. تو ضعیف نیستی. برو تو آینه نگاه کن، چیزی که تو آینه میبینی ضعیف نیست. من یه چیز ساده براتون بگم بچه‌ها، ما هممون تو 2-3 سالگی راه رفتن یاد گرفتیم، حرف زدن یاد گرفتیم. راه رفتن و حرف زدن به مراتب خیلی از شیمی 11 سخت‌تره. تو وقتی 2 سالت بوده حرف زدن یاد گرفتی، الان که 16 سالته نمیتونی شیمی 11 بخونی. فقط تو ذهنت کاشتن که اینا سخته. نیست. با من پیش بیا میفهمی که نیست. بهت قول میدم. یه منبع کافیه. الان ببین یه جایی پیش میری، میبینی آقا من دارم یه منبعو خیلی خوب میزنم، میتونم برم یه منبع دیگه بهش اد کنم، میگم بکن. ولی الان یه منبع کافی. نیاز نیست بری سراغ منبع دوم. از کی تست زماندار بزنیم بچه‌ها؟ هر مبحث 2-3 تا تایم اول نیازی زمان بگیری. یعنی تستای جزء اصلا نیازی زمان بگیری. تستای جزء رو حل کن که یاد بگیری. بعدش که میرید سراغ تست زمان بگیرید. مثلا اول کار با هر تستی 2 دقیقه شروع کنید، آروم آروم کمش کنید. مثلا الان من میخوام 40 تا تست بزنم، 80 دقیقه وقت میگیرم شروع میکنم به حل کردن. دفعه بعدی میکنمش 75 دقیقه. چند تا تایم 75 دقیقه میدم، دفعه بعدی میکنمش 70 دقیقه. آروم آروم تایمر رو کم میکنم. تست زماندار الان واسه شما خیلی چیز ضروری نیست. الان مهم اینه که تو یاد بگیری تست بزنی، مطالبو خیلی خوب یاد بگیری، تستایی که حل می‌کنی درصدت بالا بشه. بعدا ان شاءالله حالا از مثلا مهربان اینا به بعد تست زماندارم به کارتون اضافه می‌کنید. اصلا نگران نباشین. میگه اسم جزوه چی بود؟ جزوه شیمی 11 عکس یه گربه روشه. آقا نگاه تو ماز مارکت هیچ چیزی شبیه به این وجود ندارد. عکس یه گربه روشه. گربه دوست داری؟ بیا. قشنگ ببینش. اگه می‌خوای عکس بگیری عکس بگیر. تو ماز مارکت اینو دیدی بزن روش. تو پنلم که براتون فایل 2 قسمت اولشو گذاشتم. میگه کلاس‌ها تا کی ادامه داره؟ گفتیم تا فروردین ماه ادامه دارد. زمان کلاس‌ها بچه هر جلسه‌مون 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت دیگه. عموما جلساتمون 1 ساعت و نیم 2 ساعت است. بستگی داره، یه وقتی یه جلسه هم ممکن طولانی‌تر بشه، یه جلسه کوتاه‌تر بشه. بستگی داره، ولی حدوداً هولوش 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت میگذره. دیگه حفظیات شیمی رو کامل میگیم. بله آقا تو جزوه‌مون کامل کل متن 0 تا 100. بله هم مفاهیم رو کامل میگیم، هم حفظیات رو کامل میگیم، هم مسائل رو کامل میگیم. کامل هم در قالب تشریح هم در قالب تستی. اصلا نگرانش نباش. جزوه میگن کجا قرار میگیره؟ تو پنلتون هست بچه. تو پنل اگه نتونستید پیداش کنید زنگ بزنید به پشتیبانی ما، زیر سایت شمارش هست، تماس بگیرید راهنماییتون میکنن. دیگه میگه کی کتاب تست بخوایم؟ الان میتونی بخری، هیچ ایرادی نداره. الان میتونید تهیه بکنید و دیگه از همون جلسه اول با تست دادن جلو برید، هیچ ایرادی نداره. رتبه ها مهمه. رتبه چی مهمه؟ من منظورتو نفهمیدم. کتاب کیوبی الان بگیریم؟ نه بذار سال بعد که رفتی کنکور. کتاب کیوبی الان زوده واسه شما. پرسوال یا فرمول 20؟ فرمول 20 قربونت برم. تو تشریحیات فرمول 20، تو تستا خیلی سبز. حالا الان 5 دقیقه میگه کتاب فلان چیز در فلان غار کشف شده، از اونو بگیریم یا کتاب خیلی سبز؟ آقا تست بهترین کتاب خیلی سبزه، تشریح بهترین کتاب الان فرمول 20. تموم؟ حالا دوباره اگه نپرسید، ولی اگه کتاب دیگه ای داری استفاده کنی، ایرادی نداره. دیگه ببینم گیری منو در میاری سر کتاب امروز. میگه فرمول 20 دارم برم چاپ جدیدشو بخرم. خدایا نه قربونت برم. همونی که داری اوکی استفاده کن، داری گریه‌و در بیاری. دیگه دوباره فرصت نشر الگو چطور؟ ویدیو کلاسا کی میاد تو پنل؟ بچه هر کلاسی که برگزار میشه اولش 4-5 ساعت بعدش ویدیوش میاد تو پنلتون. مهم نیست آنلاین ببینم یا آفلاین، هر جور راحت‌تری، هر جور بهتر یاد میگیری. من اگه باشم میگم آنلاین. چرا؟ چون وقتی تو آنلاین با کلاس جلو میای خودتو مجبور میکنی که کلاسو ببینی، با کلاس مرتب جلو میای، عقب نمیمونی. ولی آقا ممکنه یکی بگه من فلان جور راحت‌ترم، هر جور راحتی، ولی من باشم میگم قطعا آنلاین. دیگه میگه کلاسو فقط ببینیم جزوه رو نخونیم اشکال داره؟ بله آقا عزیزم، گفتم جزوهمون نصفش مثال و تمرینه. آره بچه‌ها، با درس خوندن، با تست زدنه که جون میگیرید، قوت میگیرید. فقط کلاس ببینی که فایده نداره. مثلا طرف داره میاد میگه من واسه شیمی 2 تا کلاس دیدم چرا نتیجه نمیگیرم؟ خب چون فقط نشستی کلاس دیدی. آقا باید تست بزنی.
باید تمرین کنی. نتیجت با اون در میاد. دیگه میگن تراز 6000 کانون خوبه متوسط رو خوب. اگه امسال خوب پیش بیای میره بالا. قطعا میاد بالای 7500. اصلا شک نکن. یا 7500 که دارم بهت میگم رتبه تکه. تراز موازت میاد بالای 11000. قطعا میاد. اگه خوب درس بخونی چرا نیاد؟ میگه چاپ جدید کتاب تستا اومده، اغلب نه بچه‌ها، ولی مهم هم نیست چون چاپ جدیدش بیاد قیمتش کلی گرون میکنن. کتاب درسی خیلی تغییر خاصی نداشت، مهم نیست. اگه میخوای وایسا منتظر 1-2 هفته چاپای جدیدشون میاد. خیلی سخت فکر می‌کنم چاپ جدیدش گفتن تا 2 هفته دیگه میاد. آخرین خبری که من دارم گفتن 1-2 هفته دیگه. میگن هر دو تا کتاب که گفتی رو بخریم. این کتاب خیلی سبزه گفتم، حتمیه، ضروریه، همه باید داشته باشن. کتاب حل مسائل واسه تست بیشتره، اون کتاب عکس بادکنک روش بود واسه تست بیشتره. دیگه تابستون بیشتر دهم بخونیم یا 11ام؟ ببین پیش نیازای دهم اونایی که تو کلاس بهتون میگیم و 11ام اون چیزای جدیدش. با هولو 60% 70% تایمتون روی 11 باشه، بیشتر نه. 11ام مهمتره. چون دهم که دیگه تمام شد، حالا فعلا کاریش نداریم. دیگه میگن تراز 12500 ماس خوبه. اسکل. دیگه گروه تلگرام. خب بچه تلگرام آیدی کانالمون رو بهتون میدم، لطفاً همتون تو کانال تلگراممون، من وایسید آیدیشو بیارم، لطفاً همتون تو کانال تلگراممون جوین باشید. ببین اینا راههای ارتباطی با منه، این چیزایی که اینجا میبینین راههای ارتباطی با منه، این آیدی کانال تلگراممونه، اینا آندرلاینن. لطفاً تو این کانال جوین باشین بچه، همه اطلاع رسانی‌های مهم، اخبار مهم، چیزای مهمی که داریم و من اینجا بهتون میدم. اینجا حتما جوین باشید. اوکی؟ این آدرس پیج اینستاگرام منه. من تو اینستام خیلی چیز درسی نمیذارم، عموما اینستا شخصیه. دوست دارید کنار هم باشیم حال کنیم، اینا هم میتونید فالو بفرمایید. اینم که صفحه آپاراتمونه. شما نیازی نیست از اینجا برید همون هادیان شیمی سرچ کنین یا آپارات هادیان سرچ کنین، اولین چیزی که میاد توی در واقع گوگل همین در واقع آپاراتمونه. چیز خیلی خاصی نیست که بخواید آیدیشو سیو بکنین. میگه بچه تجربی در روز چند ساعت؟ 7 تا 8 ساعت بعد درس بخونید. جزوه کی داخل پنلمون قرار میگیره؟ قسمت اولش الان تو پنلتون هست، قسمت دومش هم هر وقت آماده بشه. فکر میکنم ظرف مثلا 10 روز آینده آماده، 10-15 روز آینده آماده میشه براتون میذارم. دیگه میگه کلاس ورزشی میتونم برم؟ آره الان که 11 هیچ ایرادی نداره، برو، هیچ ایرادی نداره. دیگه میگه جزوه که از ماز مارکت میگیریم کامل؟ آره کل شیمی 11 کامل. آره اونی که تو ماز الان پارت اولش گذاشتن، پارت دومش هم میزنن. نردبان اجبار نیست بخریم، یا کتاب جامعه خیلی سبز یا نردبان دیگه، یکیش دیگه بسته به سطحت. اگر روتینه کتاب خیلی سبز، اگر سطحت بالاست کتاب نردبان. اصراری نیست که بخوای نردبان. امسال فینالیست ببینیم از الان؟ نه، فینالیست به وقتش میگم که ببینی، الان نیاز نیست فینالیست ببینی، هر وقت که فصل تموم شد بعد میگی فینالیستشو ببین. الان نه. کلاس نقاشی میتونم برم؟ خدایا کلاس نقاشی آخه یه کار تفریحی بکن در که الان میگه میتونم کلاس اسکی برم، اون یکی میگه میتونم جت اسکی برم. یه کار تفریحی ایراد نداره بکنی در حد مثلا یه روز در میون 2 روز در میون، آره هیچ ایرادی نداره. کلاس نقاشی آخه پسرم، آخه پسری که کلاس نقاشی میره 2 تا پیام زیر هم دیگه میگه بی‌دقتی تو تزنی باید چیکار کنیم؟ تمرین زیاد، فقط تمرین زیاد، راهش تمرین زیاده. مشاور بگیرم؟ گفتم اگر نظر هزینه مشکل نداری، تو برنامه‌ریزی مشکل داری بگیر، اگه نه مهم نیست، هیچ ایرادی نداره. با اسیستا کجا ارتباط بگیریم؟ از پشتیبانی ماز بپرس، بهت میگن تو همون پنل میتونید بهشون پیام بدید، اگه ایرادی دارید برطرف بکنید. از الان میتونیم به رتبه تک رقمی فکر کنیم؟ یس بله آره الان وقتشه، اصلا الان دقیقاً وقت فکر کردن به رتبه تک رقمیه. تا هفته بعد چیکار کنیم؟ فقط دوره محاسباتی، چیکار دیگه نمیخوای بکنی. تا یک شنبه هفته دیگه که کلاسمون اصلی شروع میشه فقط دوره محاسبات. اینم از این. خب خلاصه نویسی نیاز بکنیم یا نه متن جزوه کامل نیاز به خلاصه نویسی هم نداره، چون شیمی از هر جایش ممکنه براتون سوال طرح بشه. خب آقا تو این جلسه از کلاس تحت عنوان جلسه 0 سعی کردیم همه مطالب 0 تا 100 رو براتون توضیح بدیم، یه جوری که شما برای هر چیزی آماده بشید. ایشالله به امید خدا یک شنبه هفته آینده که تشریف بیارید شروع می‌کنیم، میریم سراغ شیمی 11 صفحات اولیه شیمی 11 هم کار می‌کنیم. فرداش که میشه دوشنبه میریم سراغ شیمی 10. کلاسمون هم گفتم بازش حول و حوش 1.5 ساعت تا 2 ساعت هست، یکم کمتر یکم بیشتر. هفته دیگه میبینمتون
ایشالله هفته دیگه که تشریف میارید دوره محاسبات رو دیدید، قوی، خفن، مشتی در کنار هم دیگه خواهیم بود و با هم دیگه خیلی قوی و خوب پیش میریم. خیلی 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 دوستتون داریم. پارسال کلاس دهم من تو ماس خیلی کلاس خفنی بود. اون دهمیا الان شدن 11 همی. من اون دهمیا رو خیلی دوست دارم، پس طبیعتا 11 همی امسال اونم خیلی دوست دارم. معتقد بودم از اون کلاس دهمه رتبه تک رقمی دو رقمی خیلی در میاد، پس طبیعتا معتقدم از کلاس امسال 11 هممون این اتفاق رقم میخوره و کلی رتبه خفن ازش بیرون میاد. مطمئنم بهتون اعتماد 100% دارم. خیلی 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 دوستتون داریم. خدا نگهدار.